روند انتخابات وکیلان دعوت شده نو در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نزد نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های تاجیکستان در خارجه امروز 1 مارس برگزار گردید. با مقصد تامین حقوقی آزادی شهروندان به طور دائمی یا موقتا بیرون از قلمرو کشور قرار داشته، در 3 دولت جهان 39 اوچسک انتخاباتی تأسیس داده شده است. از جمله در کورپوس های دیپلماتی و کنسولی تاجیکستان در جمهوری های استریا، آذربایجان، افغانستان، بلاروس، بلژیم، بریتانیا کبیر، آلمان، مصر، هندوستان، ایران، قزاقستان، قطر، چین، کویت، قرقیزستان، مالزیا، امارات متحده عرب، پاکستان، جمهوری کره، روسیه، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، ترکمنستان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، فرانسه، شویتزاریا و ژاپن. در اوچسک انتخاباتی پارلمانی در شهر مسکو واقع در بینای سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، شهروندان تاجیکستان که در مسکو و دیگر ولایت‌های گرد و اطراف آن کار اقامت و یا تحصیل دارند متشکلانه حاضر شدند و در جریان برگزاری انتخابات شرکت ورزیدند. محمد شوامر هایبوش از ولایت ولادیمیر مرام سرجمع همه ساکنانی که در شهر ولادیمیر زندگی جمع شدیم و می‌خواهیم که آوازهای خود را برای وکیلان بهترینی که خلق پیشنهاد کرد آوازهای خود را دهیم. گزارش مفصل است از جریان برگزاری انتخابات در شهر مسکو. خاطر رسان میکنیم که ساعت 15 به وقت دوشنبه بیش از 75% آوازدهندگان به اوچسکه های انتخاباتی آمده رأی خود را اظهار داشتند. موافق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان تا ساعت 15 وقت دوشنبه 3,703,969 نفر شهروندان تاجیکستان در انتخابات آواز دادند که 75.1% شماره عمومی انتخاب کنندگان را تشکیل می دهد. امروز ما با بینای سفارت تاجیکستان در روسیه در شهر مسکو آمدیم تا با انتخابات اشتراک کنیم و با نامزدهای دلخواه خود آواز دهیم. من از وکیلان آینده تاجیکستان خواهانم که آنها پیش از آن که یگان قانون را قبول کنند با انتخاب کنندگان خود یعنی با خلق بخوره فکر و اندیشه آنها را گیرند تا اینکه قانون را قبول کنند که با آبادی وطن و مردم یادم دهد. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در آن صورت انتخابات برگزار شده حسابیده می شود که در آن 50% انتخاب کنندگان شرکت ورزند. آوازدهی در همه شهرها و منطقه های جمهوری تاجیکستان ساعت 6 صبح وقت محلی آغاز یافته و تا ساعت 20 شام ادامه خواهد کرد. در مسکو باشد آغاز انتخابات ساعت 8 صبح به وقت مسکو تا ساعت 20 ادامه می کند. الهام جان بابایف رئیس تشکیلات ملی فرهنگی سامانیان ولایت ایوانووا. امروز ما با یک رویهای بلند با یک گروه کلان از ولایت ایوانووا با همراهی شهروندانی که در اون شهر ایوانووا کار و فعالیت میکنند برای معرکه سیاسی آمادگیم که رأی خود را با هر یک نامزد و حزب ارزنده خیش بدهیم. جریان برگزاری انتخابات را چگونه می‌بینید؟ تا کدام اندازه شفافیت تامین کرده شده است؟ ما از این انتخابات بسیار یک شفافیت مثبت باوری داریم. ما چخل با چشم خود دیدیم که در اینجا بسیار یک نوبت و یک روش بسیار آرام، یک بسیار در زیر یک ثبات صلح و آرامی آمدیم که ما را نزد پیشواز گرفتن هر کدام خود رفته با او حزبا و با او وکیلای ارزنده خیش رای خود را دادند. طبق معلومات ها بیش از 4,900,000 شهروند کشور حقوق آوازدهی را دارند. در مجموع در تاجیکستان 3,412 اوچسک انتخاباتی و 39 تای دیگر در خارج از کشور تأسیس داده شده است. برای 63 مندت وکیلی 241 نامزد مبارزه میبرند. از آنها 176 نامزد برای مندت وکیلی در 41 حوزه یک مندتی، 65 نامزد برای
رویخط حزبی در حوزه یگانه عمومی جمهوری در انتخابات شرکت خواهند کرد. در بین نامزدهای رسما به قید گرفته شده 48 نفر زنان نیز می باشند. همه فعالهایی که نه تنها در کار، در ترتیب انتظام، در حجت گذاری، همه چاره‌بینی های دولتی و اینا فعالانه اشتراک میکنند. من یک دهن زنگ زدم گفتم که روز انتخابات من امروز تا ساعت 12 از کارشون جواب گرفتن، بعد 12 کارشون میرن، همه جمع شدن پیش مترو، ما یک جای اومدیم. زیاد از 230 ناظران بین المللی جریان انتخابات را نظارت می کنند. غیر از این بیش از 250 نمایندگان رسانه‌های محلی و خارجی روند انتخابات را انعکاس می کنند. گزارش مفصل را از جریان برگزاری انتخابات پارلمانی در بینای سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو شنیده استوده‌اید. دوره از جریان برگزاری انتخابات در بینای سفارت تاجیکستان در مسکو مشاهده نمودیم. اشتراک فعال مهاجران کاری و دانشجویان و دیگر شهروندان مقیم نظررس بود. من محمد صابر حقوقشناس ساحه مهاجرت امروز اومدم به سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو همچون شهروند جمهوری تاجیکستان اومده آواز خود را در انتخابات پارلمانی جمهوری تاجیکستان و وکیل انتخاب کرده خود آواز خود را دادم و اینجا آدم‌ها بسیار هستند. بچه‌ها از بازار، از ساختمان و از همه جا اومدن که آواز خود را دیدن. این قرض هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و شهروندانی که در غیر تاجیکستان در برون مرز قرار دارند باید حتما اومده آواز دهند. سهم خود را در پیشرفتی جامعه، در پیشرفتی تاجیکستان باید بگذارند. یادآور می‌شویم که در روسیه 5 участкه‌های انتخاباتی فعالیت دارند که اینها در شهر مسکو در بینای سفارت تاجیکستان و در 4 بینای کنسولگری‌های تاجیکستان در شهرهای سنت پترزبورگ، اوفا، یکاترینبورگ و نووسیبیرسک میباشند. از صبح بر وقت نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پر از ازدحام بود. شهروندان تاجیکستان که در شهر مسکو و ولایت‌های ایوان و یاروسلاو، ولایت مسکو، نیژنی نوگورود و دیگر شهر و ولایت‌های به مسکو نزدیک به участک انتخاباتی به بینای سفارت جمهوری تاجیکستان آمدند و یکدلانه با استفاده از حقوق‌های کنستیتوسیونی خویش رأی خود را اظهار داشتند. شما علاقه به نامزد ارزنده خود آواز دادید؟ البته ما به نامزد ارزنده خودم آواز دادیم و ما عین خیلی شدیم. خیلی با ما معقول شد، خیلی با ما پسند آمد که همش به وی قاعدوی گذشته. جریان برگزاری انتخابات را ناظران بین المللی نظارت می‌کنند. در این انتخابات در برابر مهاجران مهنتی دانشجویان نیز سهم فعال داشتند. اشتراک کنندگان انتخابات نیز نظر خود را داشتند. به همگان معلوم است که انتخابات این آینده ملت است، یعنی ساختن آینده ملت است. راستی من بار اول می‌بینم که در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان مردم برای آواز دادن، برای رأی خود دادن نوبت پاییدند. و گمانم که هیچ وقت هیچ کدام سال همین گونه شرایط ما، همین وضعیت ما نداشتیم که ما بیایم و اینجا مردم نوبت پایان برای آواز دادن و ما خودمون حدودی به فکرم نیم ساعت 1 ساعت نوبت ایستادیم با همراه دوستامون، با همراه کسایی که با ما هماهنگ کرده بودن قبلا. بنابر همین بهترین تشکیلات ما دیدیم. گمان میکنم که با نامزدهای ارزنده هر کس آواز خود رای خود دادن و امیدوارم که وکیلان رفته در پارلمان از منافع مردم دفاع میکنن، حمایت میکنن و در آینده نیز یک قانونای خوبی برای مردم قبول کرده ان شاء الله راه اندازی میکنن.
طبق قرار کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان درباره اکریدیتاسیون نمودن مشاهدان بین المللی با دسترسی ماده های 82 و 12 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان و پیشنهاد وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان رویخط مشاهدان بین المللی را سنه 13 فوریه سال جاری تصدیق کرده بوده است. موافق قرار مذکور که این حال در دست ما قرار دارد، با مقصد مشاهده انتخابات گذراندن آن در شرایط شفاف و آشکارا، نمایندگان کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل، اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسانی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، نمایندگان سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران، سفارت شتات‌های متحده امریکا، سفارت شایگری بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، جمهوری فدراتیو آلمان، جمهوری خلقی خیتای و سفارت جمهوری ژاپن در جمهوری تاجیکستان همچون مشاهدان بین المللی به قید گرفته شدند. شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار اقامت دارند، شرکت خود را در انتخابات قرض شهروندی نامیدند. امروز ما مردم تاجیک وظیفه داریم که هر یک ما در انتخابات وکیلان تاجیک اشتراک نموده آواز خود را به وکیل ارزنده خود دهیم و باوری کامیل داریم که نامزدهای ارزنده فقط برای آینده درخشان تاجیکستان و سرمایه‌گذاری حیات سیاسی و وطن اجدادی با احساس بلندی وطن دوستی از صدق دل کار میکنند. امروز ما با یک گروه جوانان ولایت ایوانوو با انتخابات وکیلان پارلمان جمهوری تاجیکستان آمدیم و ما همچون شهروندان مسئولیت شناس جمهوری تاجیکستان در انتخابات اشتراک کردیم و امید از وکیلان از آن داریم که برای سرجمی و متحدی و صلح و ثبات کشورمان عرض خود را میگذارند. نتیجه پیشکی انتخابات پارلمانی در تاجیکستان را انتظار می رود که صبح دوشنبه 2 مارس اعلام کنند. اشتراک شهروندان جمهوری تاجیکستان، خصوصا آنهایی که در روسیه کار اقامت دارند، در جریان انتخابات وکیلان مردمی از حس بلند وطن دوستی و اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی کشور و جامعه دموکراتیک و آزاد و حقوق بنیاد دنیوی دلالت می دهد.